سلام بینندگان عزیز، امروز ما قرار داریم در سفارتخانه ترکیه در تاجیکستان. چند روز اخیر به سر مردم ترکیه از آفت طبیعی چه حادثه‌ای که اومده است به شما معلوم است. امروز سفارتخانه ترکیه در تاجیکستان کمک بشردوستانه خود را که مردم کشور از هر گوشه کنار این تاجیکستان به آنها روان کرده ایستادند. اینجا بندوبست دارند و کمک خود را مردم تاجیک به واسطه روان کرده ایستادند. مردم تاجیک خیلی غمخوار مهربان هستند، نتوانستند این حادثه را نادیده گیرند، یعنی بی‌طرف باشند و کمک های خود را به واسطه رسانیده ایستادند. زمین لرزه شدید و تقدیرسوز شب 6 فеврал در سرزمین ترکیه به وقوع پیوسته که جان ده ها هزار آدم را ربوده به سر مردم بیگناه مصیبت و بدبختی های عظیم آورد، یگان انسان صاحب دل را بی‌طرف گذاشته نمیتواند. از دیدن نوارهای دردآلوده که روزهای اخیر از این کشور فلاکت زده در شبکه‌های اجتماعی و اینترنت پهن می شود، دل کس به درد می آید. بر اثر این زمین لرزه خانمانسوز صدها بناهای بلندآشانه فرو ریخته، هزار آدمان در زیر ویرانه‌های منزل خویش به سختی جان دادند و جان می‌دهند که در بینشان پیران سالخورده و زنان و کودکان خردسال زیادند. کسانی که به طور معجزوی از این آفت طبیعی جان به سلامت بردند در فصل سردی زمستان بیخانه و درمانده، امروزها در شرایط سنگین عمر به سر میبرند. دست کمک دراز نمودن به ضرردیدگان این آفت طبیعی قرض انسانی و وجدانی هر یکی ماست. مردم تاجیک مثل دیگر ساکنان سیاره کوشش میکنند به قدر امکان به ضرردیدگان زمین لرزه خانمانسوز در ترکیه کمک کنند. دوستان عزیز، چطوره که شما میبینید در اینجا همه آن کمک هایی که مردم تاجیک به مردم آفت زده ترکیه جمع کرده ایستادند در اینجا هستند، خیلی زیاد هستند. شما هم میتوانید به سفارتخانه ترکیه تا توان خود کمک کرده باشید. امروزها دسته آدمان خیرخواه موادهای داروواری، لباسهای گرم، آذوقه‌واری و دیگر مواد نیاز اول را به سفارتخانه ترکیه در تاجیکستان میآورند و به پیوندان قربانیان این زلزله تقدیرسوز همدردی و تسلیت بیان نموده به کسانی که بر اثر آفت طبیعی جراحت برداشتند از درگاه خداوند شفای کامل خواسته دعا میکنند که دیگر هرگز در یگان گوشه دنیا چنین مصیبت بر سر نسل بشر نآید. اگر شما هم میخواهید به ضرردیدگان زمین لرزه ترکیه کمک رسانید، پس خیریه خود را به سفارتخانه ترکیه در تاجیکستان که در سراغه شهر دوشنبه خیابان رودکی 17 دروپ 2 جایگیر شده است ارسال نمایید.